یکی از رایج‌ترین باورهای اشتباه بین والدین اینه که فکر میکنن اگه بچه‌شون رو بفرستن کلاس نقاشی یعنی دیگه مسیر هنرمند شدنش تضمینه. اما واقعیت اینه که در آموزش‌های کوتاه مدت هفتگی مثلا 1-2 ساعت کلاس تنها زمانی اثرگذار میشن که خونه اون بچه همراه و همجهت باشه. یادگیری هنر مخصوصا در کودکی بیشتر از آموزش فنی به تجربه مستمر، آزادی بیان و احساس امنیت روانی نیاز داره. بچه‌ای که فقط توی کلاس تمرین میکنه ولی توی خونه فضای خلاقیت نداره، ابزار در دسترس نداره یا مدام قضاوت میشه، نمیتونه اعتماد به نفس لازم برای رشد هنری پیدا کنه. تحقیقات روانشناسی رشد هم نشون میده که محیط امن، حمایت عاطفی و تایید غیر شرطی از سمت والدین نقش بسیار مهمتری در پرورش خلاقیت داره تا صرفاً آموزش رسمی. یعنی کافیه توی خونه حتی اگه پدر مادر هیچ پیش زمینه‌ای از نقاشی ندارن فقط کنار بچه بشینن، باهاش بکشن، بهش گوش بدن و جدی بگیرنش. اون موقع است که بچه واقعا حس میکنه مهمه و هنر میتونه براش بشه یه راه برای بیان خودش. پس هنرمند شدن فقط با کلاس رفتن اتفاق نمیفته، با نگاه، فضا و صبوری خانواده هاست که شکل میگیره.